شما خوب هستید؟ اینجا خوراکتون خوب هستن؟ قرار داریم در خانه خدا در گرد مکه مکرمه در جای مقدس ترین دنیا انشاءالله در طواف هستیم، در عبادت هستیم، در حق همه شما دعاگو هستیم انشاءالله. ساعت و وقت مکه 1:34 شب با هم خوشی دوستان انشاءالله خواستیم یک ذکر کنیم، هم طواف کنیم، هم ذکر کنیم، هم اینجا ما بهره ببره از چی؟ از زمین افیرای زنده ما. گرچند الحمدلله ما بلوگر هستیم، الحمدلله حرکت میکنیم، بعضی رکلمه ها هم به شما را نشون کنیم جاهای مقدس است. ما که همراهی برادرها از شب شرکت زمزم اومدیم تو تفسیر دیم یا که بگیم رکلمه کنیم شرکت زمزم. هر روزه ما همجا هستیم الحمدلله. زمان خیرتون دوستان، ما تیز که افیر میکنیم برای که اینجا سویت خوب است. علیکم السلام و رحمت الله. افیر میکنیم. علیکم السلام برادر. در روی اکران دوباره بزنید تا لایک شه مردم بودن. مردمی بیدار در سر نیست و ایش روزانه میبینه. من وقتی که افیر میکنم دوستان، شما بدونه که افیر من وقتی سخرانین میکنم رقمای همین شرکت زمزم در گلاونی میمونم، یعنی که در اون صلاحی که مینویسید در همونجا مینویسمش، بعدا با در جای کامنتر مینویسم، از همونجا گرفته زنگ زنید دوستان. شما را میبینم خوب نداره یا که شاوکار هسته. الحمدلله خوب، همه خوب الحمدلله. خداوند خیرتون کنه. برادر توزه کرده است قرآن را گرم است، در حقیقتا گرم است دوستان. خدا کنه که جای مقدس اومدین دیلامو پاک بسازن. خوب است اینجا کاراتون خوبه. من دوستان با هم خودی تدمید اومدنی هسته 15 اکتبر با رستوران. خوب است اینجا مایده همین در دیمتش طواف کرده استیم. ولی او روز برم شاید مکه را نشون داده تو بتونم پگه شب انشاءالله با پایون میخوریم. در رو اکران دوباره میخیر بزنید لایک میشه تا مردم بسیار بدونن. با میگه در خونه خدا لایک میگه تا همین افیرمو پرستران میشه با مردم میرسه اشتراک و آدمو بسیار میدونن. خدا خیرتون کنه. تماشا کنید این همین طواف میکنیم مایده انشاءالله در حق همه غریبان. برادران ما چخلای مجید و همه برادرها ساز هستن که نمیدونم خیلی نامشون نمیدونم. الحمدلله کلی 20 نفر 15 کس مردک هست ساز اینجا الحمدلله همه خوبه دوستان عزیز. خدا خیرتون کنه. این خیلی دوستان ما زور بریم برای پیش ریما رفته است دور ای مکه میگرده. در حق ما دعا کن انشاءالله برادران. علیکم السلام و رحمت الله. شکر خوب تین کاراتون خوبان. اکدون را ماچی درسیه ده بود پر اکدون چکتی برادر نفهمیدیم همی سنفلو سعید ارسی نوشتی نفهمیدیم برادر ایسر نویس. استغفر الله. الحمدلله حسبنا الله و نعم حسبنا الله. خوب دوستان اینم خیلی سیبی از این سوده یا بچه ها دیگه خوب هستی؟ کاراتون خوب هستن؟ مسکو خنکه گرمای ما 3 روز نیستیم. هفت کروگ میگردی در که نماز میخون، یعنی که یه طواف نفلی میگن.
اوه. با کروب هم خیر ایمان باشه. الحمدلله. دوستان شگرده با اون خاطر میتونی به حدیل پر بیه انشاءالله. رقمو را در روی اکران در صلاح می نویسم یا که در همین مترو پراسپکت میر بره در همون جای چیشون بگم هم شرکت در همون جای خودشون میره این نزدیک خودشون صحبت میکنه. 15 اکتبر $1200 بخروکه 1400 $400 $1200 بخروک $1400 بخروک. خوب دوستان همچنین اکاجون میگم چه اکنی 7 نفر بودن آواره کرده یک تاش مجید مو کفوش فهمیدم همون 7 نفره که آواره کرده بودن در گرانیچه مردش آورده بودیم فهمیدم. اما ما هم هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم. هم 7 نفره رفتیم مینت نکردیم صاحبی کردیم گرفتیم بگجورا و وطن روان کردیم. الحمدلله خدا رحمت و مغفرت کنه. الله میگه که هر نفری که در غریبی هسته در غریبی اگر بر روزه و نماز باشه اگر که در حقیقت عبادت باشه پاک بگرده در غریبی اگر الله امانت شگیره بدون که چی میشوه حکم شهید داره. با اون خاطر دعا میکنیم پروردگار شهید باشن برای که بچه‌هایی که بعد ویو بودن ایگرانیتسا همه گفتن که نماز خواندن ای چای خونه و برو اومدن رفتن بعد همونجا زدن و یا به حد بی‌زیب زده بودن. خاک مرگ به هر نوع میآید. مرگ به هر نوع میآید. بعد ما یک قبول کنیم از مرگ گریز نیست. خود تو امریکا میره خود تو هندوستان میره گیجا میره نمیره این مرگ گریز نیست برادرو. اون وقت حرکت کنیم با چی میگم با طاعت عبادت باشیم دوستان عزیز. خوب بسم الله خدا رحمت مغفرت باشه دوستان. های دوستان من باز من ورطه میرم اگر که مکک شدگی باشه پیشش نشانتون میتیم نباشه افیره قد میکنیم بعد اگر برای که اینجا ریمون رفته است به حد ریمون سخت رفته است ببینید مخام کدگی یعنی که اینجا همه چخیره که ازبکا و ترکا و رسیه کار میان اینجا پاکستانی و هندو بنگلادش اینجا کار میان هم خیلی کار میکنن گروه اینا کار کرده سودیان. انشالله مبارک شد میگه بچه داشتم در حقش دعا کنیم انشالله دعاگاه هستیم دوستان. این کار سخت رفته است ریمون رفته است این دوستان عزیز ببینید به حد کار خوشو رفته است کاری سرش یا برگلده دارم با پررب دارم کار میکنم. این طرف تا میشه اینجا مقام کردیم همه همین امنیت هست میجه آواز زمزم موندگی هم برای ما در حجم انشاءالله در خانه خدا. خوب تا جای دیدم تماما نمیشود. خب دوستان عزیز باز همگم ما افیره خلق میکنیم به خاطر که متاسفانه اینجا ریمون میرفتیم ما یکم روز اینجا فرگشته شدیم اتک در پایون فر میگشتیم. انشالله پگاه افیر میکنیم خدا روزی میگه ای پیش خانه خدا. اینه دوستان من اینه پناه تو به خدا انشالله باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. رقم ها رو من در کامنتر میمونم رقم های همین شرکت زمزمه و در صلاح ویدیو زنگ بزنید. رحمت برای لایکتون برای دستگیریتون برای همه خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حق همه غریبا البته دعا میکنم.
عدل نه ناموزی نمیتونه، اما در حق همه دعا واسه خدا نگهدار.